سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و همراهان گرامی. امروز با آموزش کشف بادمجون در خدمتتون هستم. با من تا انتهای ویدیو همراه باشید.
دوستان عزیزم، کشک بادمجون ما آماده شد. من داخل ظرف سرو ریختم و روش رو تزیین کردم. امیدوارم که از این آموزش استفاده لازم رو برده باشیم و درست کنید و در کنار خانواده‌تون نوش جان کنید. و از این که ما رو همراهی کردید ازتون سپاسگزارم. لطفا زنگوله پیج رو بزنید تا از ویدیوهای بعدی من با خبر باشید. در پناه حق باشید. خدا نگهدار.